جونیور فقط یه قانون داشت، هیچ وقت نباید به بوگاتی دست بزنه. بوگاتی گرونترین ماشین رونالدو بود، 12 میلیون دلار، کاملا مشکی، تقریبا هیچ وقت هم باهاش رانندگی نمیکرد. یه بعد از ظهر وقتی رونالدو تو تمرین بود، جونیور چشمش به کلید ماشین افتاد که روی میز جا مونده بود. قلبش شروع به تپیدن کرد. با خودش گفت نمیخوام برونمش، فقط میخوام روشنش کنم. آروم رفت سمت پارکینگ، دکمه رو فشار داد و ووم، بوگاتی جون گرفت. در گاراژ خود به خود باز شد و اونجا بود که وسوسه کار خودشو کرد. جونیور نشست پشت فرمون، ماشین یه ذره حرکت داد، بعد یه ذره بیشتر. فرمون رو چرخون، آینه بغل خورد به دیوار، شکست. هول شد، سری دنده عقب گرفت، ماشین رو سر جاش پارک کرد و دوید توی اتاقش. یه ساعت بعد رونالدو رسید خونه، رفت توی گاراژ، صحنه رو دید. هیچی نگفت، فقط برگشت و رفت بالا. در اتاق جونیور رو باز کرد و آروم پرسید کار تو بود؟ جونیور دروغ نگفت و با سر تایید کرد. رونالدو با چهره‌ای ناراحت نگاش کرد، ولی بعد گفت پاشو بیا. با هم رفتن بیرون. رونالدو کلید رو دوباره داد دستش و گفت فردا با هم یاد میگیریم. اگه فکر میکنی رونالدو از مسی بهتره، این ویدیو رو لایک کن و بنویس CR7.